ماشینی که میبینید اولین سوپر اسپورت افغانستانه، سیمرغ، که محصول استارتاپ انتاپ هست. خودرویی که توسط یک مهندس به اسم آقای احمدی به همراه یک تیم 30 نفره به مرحله تولید رسیده و حالا البته که الان روش یک موتور کورولا 2004 که تقریبا 90 اسب بخار قدرت تولید میکنه، ولی قراره که با یک برند آلمانی و یک شرکت آلمانی موتور قوی‌تری رو روش قرار بدن تا بتونه در مسابقات لمانس شرکت کنه. من نمای عقبش رو هم بهتون نشون بدم که واقعا طراحی فوق‌العاده‌ای داره و خب می‌بینید که یه همچین شرکتی، یک همچین استارتاپی با تقریبا کمترین هزینه تونسته به این مرحله برسه، ولی بزرگترین خودروسازای ما که دولتی هستن حتی نمیتونن یک خودرو معمولی رو تولید کنن.